سلام، به کانال کیمیکیک خوش اومدید. قبل از هر چیزی هالووینتون مبارک. مواد اولیه‌مون 2 تا تخم مرغ، 1 پیمونه شکر، 1 پیمونه روغن، وانیل، 1 پیمونه شیر ولرم، 2 پیمونه آرد، 1 قاشق مرباخوری بیکینگ پودر. تخم مرغا رو داخل ظرف میشکنیم، یه مقدار میزنیم تا از لختگی در بیاد. شکر رو اضافه میکنیم. به حدی میزنیم که سفید و کشدار بشه. حالا یه مقداری وانیل 1 قاشق چایخوری کفایت میکنه. دورگیری یادتون نره، انقدر هم میزنیم تا سفید و کشدار بشه. دوست دارم کیک هایی که خیلی ساده است رو بهتون یاد بدم که خوشتون بیاد، درست کنید، لذت ببرید. کیک پختن خیلی آسونه. شیر ولرم رو با روغن مخلوط میکنیم. به موادمون اضافه میکنیم، فقط در حد مخلوط شدن هم میزنیم. آرد رو اضافه میکنیم، الک میکنیم. بچه تو این مرحله فقط در حد مخلوط شدن گلوله ها از بین بره. پیمونه دوم به همراه بیکینگ پودر. مخلوط میکنیم که گلوله ها از بین بره. قالبامون رو گذاشیم اینجا، موادمون رو داخلش میریزیم و میره برای پختن. اینجا چون مشتری من دوست داشتش که رنگ کاپ کیک ها قرمز باشه، من اینجا یه مقدار رنگ خوراکی بهش اضافه کردم. فرتون رو از قبل گرم کنید. فرای برقی 170 40 تا 45 دقیقه، بستگی به فرتون داره.
فرهای گازی 180 در حدود 30 دقیقه. این هم کاپکیک های آماده ما. هالووینتون مبارک.